با عرض ادب و سلام و احترام خدمت یکایی که شما عزیزان محترم، امیدوارم که هر کجای این دنیا که باشید حالتون خوب باشه. من امروز میخواستم برای شما یک ویدیویی تهیه بکنم خیلی مورد علاقه برای کسایی که میخوان ماشین وارد بکنن به ایران، ماشین‌های خارجی. البته فکر میکنم بستگی به موتور ماشینا داره و به مارکشون، چه مارکای اجازه هستش که اصلا شما وارد بکنید و سیستم موتوریش باید به چه اندازه‌ای باشه. اینجا مثلا تا 1.6 تا اونجایی که من تحقیق کردم، اگر بعدها تصویب بشه این مصوبه، شما میتونید ماشینای خارجی وارد بکنید. البته محدودیت داره، حتما ماشینا باید یا 0 کیلومتر باشه یا نهایتا 5 سال کهنه باشه. گفتم اینا هنوز چون تاییدیه کامل ندادن هنوز هیچی معلوم نیست، ولی امروز من شما رو به چند تا ماشین فروشی آلمان میبرم که قیمت ها حدودا دستتون میاد. پس با من همراه باشید. خب دوستان، همینجوری که ملاحظه میکنید اومدیم یک ماشین فروشی که ماشینای اروپا رو به فروش میرسونه. من اینجا خودم 2 تا ماشین 0 کیلومتر گرفتم و خیلی تجربه خوبی دارم و واقعا قیمتاشون همینجور که ملاحظه میکنید، اسمش هم براتون می‌نویسم که اگر بخواید سرچ کنید و اطلاعات بیشتر پیدا بکنید. قیمت ماشینا واقعا 30-40% پایین تر از جایی مثل آودی. من اول سعی میکنم اینجا در ابتدا ماشینا رو به شما نشون بدم، بعد میریم آودی هم با هم خب همینجوری که دوستان ملاحظه میکنن، این یه ماشین فورد وانت بارشه، 14. میریم جلو ببینیم اطلاعات بیشتر چجوری میتونیم کسب بکنیم. البته تصحیح میکنم شما اگه بخواید ماشین وارد بکنید، تا اونجا که من اطلاع دارم بستگی به حجم موتور داره. یعنی مالیاتی که از شما ایران گرفته میشه بر حسب حجم موتور گرفته میشه. هرچی حجم موتور کوچیک‌تر باشه به طبع مالیاتش کمتر میشه. ما میبینیم ماشین آلمانیه، اصلیتا آمریکاییه ولی تو آلمان هم زده میشه. قیمت همینجوری که ملاحظه میکنید 38,330 0 کیلومتر و بسیار عالی. 14 صندلیاش متاسفانه چرب نیست، اتومات. باید بگم که من سعی میکنم روی ماشینایی زوم بکنم که واقعا وارداتشون به ایران آزاد باشه، یعنی نمایندگی داشته باشن. ماشین زیاد هستش و قبلا هم از شما عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه هوا اینجا باده و من میکروفونم مناسب باد نیستش. پس با هم میریم به سراغ ماشین دیگه. اینجا یه ماشین داریم، ماشین نیمه شاستی زیاد 14. زیاد تا اونجا که من میدونم موتورش موتور همون فولکس واگنه، ولی به نام زیاد فروخته میشه. نمیریم جلو تا ببینیم این ماشین چه چیزایی داره. بله 14 شاتر واگنه، یعنی دنده‌ایه، 6 دنده هستش. صندلی فرمون صندلیاش چرمه، ناویگاسیون داره و ترمز دستیش هم به صورت کوچیک اونجا نصب کردم. همینجور
صندلی عقبش رو میبینید همش چرمه. این هم از پشت پارک سنسور داره، از 5 تا پارک سنسور داره. همونجوری دوستان ملاحظه میکنیم و این ماشین احتمالا برقی هم هستش. فکر نمی کنم ماشین برقی برای ایران کارایی داشته باشه، ولی بد نیست که این ماشین رو تماشا کنیم. قیمتش هم هستش 3790 یورو که همونجور که دوستان ملاحظه میکنید 150 پیس داره. خدمتتون عرض میکنم 1.5 لیتر ماشین هست، یعنی 1.5 لیتر ماشینه. هوب قومشه. مدلش هم 12/9/2023 یک ماه هست این ماشین و گارانتی هم داره تا 11 ماه 2028، یعنی 3 سال هم گارانتی داره. حالا میریم سراغ یک ماشین دیگه. اینجا این ماشینی که دوستان ملاحظه میکنید، البته اینا در اصل همون اسکوداست که اگر ببخشید داچیا، این داچیا، میرم روشی داچیا رو نگاه بکنید. موتور فولکس واگنه. تو چک میزنن اینا رو. کوالیته صندلیاشون داخل ماشینشون خیلی فرق میکنه. از نظر جنسی ماتریال ارزونتر گرفتن، ولی موتورهای خیلی مقاومی داره، ولی ماتریال داخلش همون تو سطح ماشینای خود ما تو ایران هستش. داچیا مثلا نگاه کنید الان چه موتور کوچیکی واسه این گذاشتن، 1 لیتر ماشینه گذاشتن. خب این برای یه لیتر ماشینه واسه یه همچین وزنی خیلی سبکه، یعنی موتور باید قوی تر قاعدتا باشه. 91 پیسه. مدلش هم هستش 31/7/2023 تا 31/7/2026 هم گارانتی داره. این هم 3 سال گارانتی داره. یه ماشین نیمه شاستیه همینجور که ملاحظه میکنید. 4 در. دوربینم رو تنظیم بکنم. 4 دره. آخر توزوزیش چیز به زندقست نیستش، لیدانی نیستش. اتومات. این هم ظاهر پشتشه که ملاحظه میکنید به نام زاندگو. این هم سواریشه، صندوقدارشه. داچیا سنسور داره از عقب. جنسشون محکمی و مقاومت فاور رو نداره، ولی موتورش و تمام چیزای دیگهش واقعا فولکس واگنه. برای همین آلمان خوب میخرن این ماشینا رو. البته اون تازه که اومده بود زیاد هواخواه نداشت، اتومات، ولی الان دیگه یواش یواش به خاطر اینکه قیمت ماشین رفته بالا حالا میریم اون برش رو نگاه میکنیم.
مصرفشون رو نوشته که چقدر مصرف میکنه. بنزین معمولی مصرف میکنه و از نظر CO2 یا اون گازی که از اگزوز میده بیرون اینجا درصدشون نوشته 14. خب میریم سراغ یه ماشین دیگه. قیمتشون مثل اینکه اینو فروختن، قیمت ما که نتونستیم پیدا بکنیم. خب حالا میایم یه دونه گلف میبینیم به احتمال. بله تایگو. این دیگه مال خود فولکس واگنه که زده. چراغا LEDه همه، 14. لاستیکاش کانتیننتاله، رنگ مشکی، 14. اگه دوست داریم ماشین ها همه برقیه ها، اینا اکثرا ماشین ها برقیه. این ورش بود که دیدیم. میریم رو قیمتش. 20,790 یورو پولشه. یه چینا ببینیم، به خاطر اینکه انرژی تو این ماشینه برقی رو اینا برمیدارن دیگه، با موتورهای کوچیک میزنن. ظاهرا به حقیم نمیخوره قیافش داداش. Kraftstoff verbrauch نخه بنزینیه این ماشین بنزینه. بله حالا دوستان برام بنویسن که اگر اینا ماشین برقی نیست پس چرا اگزوز ندارن. اینا که لطف بکنن، من چون نمیدونم واقعا. توجه بکنید این چرا اگزوز هم داره. اگزوزش منتها این سپر پشت جوری بستن که اگزوزات قابل رویت نیست. من الان میرم پایین تا اونم اگزوزش چرا بنزینیه. خب یه ماشین دیگه تایگو. این هم ماشین فولکس واگن. آرمشو میبینید همچنان 14. ماشین دنده ایه، تو دوزیش چیزی نداره، مثل سمندای خودمون زدن. میریم رو قیمت. 20,790. اینه 95 PS یه لیتر ماشینه است. گارانتی داره 2 سال. بعد یعنی ماشین بود بهتون نشون دادم. بریم ببینیم ماشین ژاپنی چی داره. اینا هم که کاستن واگن بهش میگن، واسه معمولا واسه کار این ماشینا. بک با همون ماشینای وانت ایرانو داره. فورد. میایم سراغ یه اسکودا. اسکودا از خانواده همون فاوه است. همه چیش خود فولکس واگنه.
الان با 2 ماشین آشنا شدیم، یکی داچیا بود، یکی اسکودا زیر مجموعه فولکس واگن. 4 دره، شیب داغ نداره. البته شما اگر به تعداد چند تا بخواید میخرین خب قیمتشون اینا خیلی کمتر میشه. اینا قیمت تک فروششونه. بله، روخشم میگیریم از بغل براتون. رینگا اسپورت. ما به این ماشینا اینجا میگیم، شما بگیم به نظرم استیشن، ما به اینا میگیم کمبی. بله، ماشین بعد رو نگاه میکنیم. رنو فرانسه، یه شاستی سفید 4 در، شیشه‌های عقب دودیه، دام پشت تمام از پشت، ترمزاش همه دام ترمز همش الیدیه، الیدیاش هم تا وسط صندوق عقب میاد. از خدمتتون عرض بکنم پارک سنسور داره، بسیار زیبا، سفید یخچالی، در باک. اوه چقدر بزرگ. حالا دیگه ماشینا رو یه جوری درست میکنن آدم میخواد دیگه بفهمه برقیه یا بنزینیه. باید چه اگزوزی هم داره. خب حالا ببینیم بنزینه یا گازوئیله. نماش بود. من سعی میکنم اگه دوربینم بگیره داخلش هم براتون فیلم بگیرم. آره دیگه، این دیگه دندش تو فرمونه، صندلیاش شرم نیستن. رخش رو میبینیم. این رخش. میریم سر اصل مطلب با مشخصات ماشین. 34,570، 1.3 لیتر ماشین است. 158 PS داره. هرست توراسونگش 36 2023 تا 36 2025 گارانتی داره. مشخصات بنزین سوپر میخوره. 116 کاوه. اگر شما بخواید از دم قسط بگیرید یا لیزینگش کنید، نوشته دیگه اینجا دیگه سالانه هم 127 یورو مالیات داره. خوبه برای همچین ماشین دوم یه فورد شاستیه، دوباره رنگ آلبالویی، بسیار زیبا، پایین استیل. قیمت 26,800 تا. بله این 5 تا 10 تا به اصطلاح اینجا 1,100 بوده این ماشینه. 1,100,000,000. حالا خب دیگه این هزینه داره تا بیاد مرز، تا اونجا بخواد عوارض بده، تا کارهای اداریش بشه. چون همونجوری که گفتم واردات ماشین شما بستگی به چی داره؟ بستگی
125 PS 1 لیتر ماشینه. بله این رو شما در نظر بگیرید. باز اینجا فورد داریم، 3 تا فورد داریم، فوردهای کوچیک داریم. ماشین ژاپنی نداره اینجا، همیشه پر ماشین ژاپنی بود. ماشینای ژاپنی انقدر خوبه دیگه نمیمونه اصلا. البته یه چیزی هم بهتون میگم، این فورد، کارخونه فورد تقریبا در حال پلایت شدن یا ورشکستگیه ها. برای همین تمام ماشینای بنده خدا 7-10 سال پیش اینجا فقط ماشین ژاپنی بود. اینم دوباره یه زیاده، میبینید هوای آلمان خیلی سرد شد و واقعا قیمتشه 3890 یورو. بله دوستان عزیز من، اینجوری که ملاحظه میکنید 1 لیتر و نیم ماشین هست، 150 پی اس داره، 4 داره. داخلش هم اینی که ملاحظه میکنید من به خاطر اینکه از چند ماشین فیلم براتون میخواستم بگیرم، برام مقدور نیست که کلید تک تک اینا رو از نمایندگی بگیرم براتون باز بکنم. خب دوستان، امیدوارم که تا اینجای کار فیلمی که گرفتم براتون قابل توجه بوده باشه. الان به اتفاق میریم به آودی و یه گشتی هم تو آودی میزنیم. یکی از بهترین ماشینای آلمان که همیشه کلاس خودشو داره، بنز، آودی، BMW. این 3 تا ماشینایی هستن که رخسار ماشینای آلمان رو نگه داشتن. یعنی ارزش ماشینای آلمان بقیه شاخصاشون روی این 3 تا ماشینه. ما هم به اتفاق میریم آودی رو نگاه میکنیم. تا بعد همراه باشید. با درود فراوان خدمت شما دوستان عزیزم. بله یه آودی رو میبینیم که واقعا هنوز نمیدونم چیه، فقط دلم نیامد براتون تصویر نگیرم چون موتور روشن بود. اینا احتمالا به خاطر اینکه باتریاشون خراب نشه میان روشنشون میکنن. وای رنگو دیگه دوربینم دوست نداره از این تصویر دست بکشه. اگزوزا رو دوستان، اگزوز اینم اصلا دیده نمیشه. سوار اگزوز باور کنید من 2 متر فاصله دارم. این گرمای اگزوزای این تا اینجا میاد.
من چون اجازه ندارم دست نمیزنم، درم باز نمیکنم. ببینیم رو اصل قضیه. کلاس B 82,000 یورو ماهانه 973 یورو اگر شما 11,000 یورو شد 11,195 یورو نقد بودی 973 یورو ماهانه میتونی ماشین رو قسطی بگیری. یا قیمتش 251 کاوه یا 341 PS داره. حقوقش 2967 3 لیتر ماشین است. گازوئیل تازه ماشین دست دوم گفتم چرا قیمتش کرد. مدلش 2021 89,000 کیلومتر ماشین را رفت. کلیم اتومات هم اکسلاش کرد. خب آقا جان ما چسبیدیم به این ماشین، جدام نمیشیم دیگه. یه ماشین دیگه اینجا بهتون نشون میدم. اینم مثل این که اینجا فقط ماشین نگاه کنه خسته نمیشه. رخ این آودیه به خدا اصلا نمیدونم چیه. حالا میبینیم با هم. از پشت که هیچی به غیر از سفنش نداره. آخرش هم یه با این ماشین صفر بو صفری میده. شیشش پایینه. من چون اجازه ندارم در ماشین رو باز نمی کنم و همین جای کار بسنده میکنم. حالا ببینیم ماشین چی هست. ماشین صفر هنوز این اینجا فقط مال کمپانیشه.
نظرتون چیه؟ بنویسید اگر واقعا چشم شما رو روی ماشین گرفته. والا زبونم سر داچیا و فولکس واگن باز بود، حرف میزدم اینجا که رسیدیم. ترجیح میدم مزاحمتون نشم، فقط تماشا کنید دیگه، منم راست حرفم نمیاد. کشتیه ببینم هم رنگ این یکیه. مفت 47475 یورو. 2 لیتر ماشینه، دیزل، گازوئیل، نه بنزین، عذر میخوام. همش 309 پی اس هم داره. خوبغام. هزار مفرش داره. verkauft فروخته شده. البته این تابلو داره ها، یکی گذاشته براش بفروشم. دست من باید باشه. پرستیشه 1643 یورو. اگه 18000 خونده شده بود مایی 1643 یورو در جمع میاییم به قیمت 94475. قیمت ماهانش بود 1643. داخلشه 150 PS داره. مشخصات کاملشه شما خودتون هم میتونید. من دستی مکس میکنم به قیمت را که خودتون هم یه اطلاعاتی داشته باشید. خب اینجام که هرچی ناناز خوابیده. $62975 یورو
آودی Q5 TDI توربو دیزل TDI. اینم روخشه. مدلش چند بودیم؟ شما تصمیم ندونست. اینم یک Q5 دیگه است TDI. اینم قیمتش 70,870 یا 3.5-4 میلیارد بشه اینجا. دیگه نمیدونم اگر تهران باشه چقدر قیمتش. اینو باید شما بنویسید، لطف کنید بگید از ایران. یه دونه اینجا داریم اسکورت Q5. چه قیامتیه والا. من بسنده میکنم فقط روخشون میگیرم و قیمتشون. مفت 88,000 تومان 341 PS. خب دوستان عزیزم، امیدوارم که این ویدیو مورد پسندتون قرار گرفته باشه و اگر سوالی داشتید میتونید برای ما بنویسید، لایک هم بکنید ویدیو ما رو که بقیه هم بتونن این ویدیو رو ببینن. تشکر از شما دوستان عزیزم، همراه با فرید بودید. کوچیک همه شما، خدا حافظ.